14 آذر با کشف تکه‌های جسد مرد تبعه خارجی افغان در صندوق عقب یک دستگاه خورده تیبا پیدا شد. راز این جنایت هولناک در حالی با تلاش کارآگاهان پلیس آگاهی مشهد فاش شد که دختر 31 ساله به نام زیبا به قتل پدر ثروتمندش اعتراف کرد. سلام خدمت بینندگان، دوستان و همشهریای عزیزم. من سبحان هستم. امروز با پرونده جنایی تلخ و هولناک اومدم خدمتتون. بریم با هم ماجرای تلخ این جنایت هولناک رو بشنویم. پسر مرد 52 ساله به کارآگاهان پلیس گفت پدرم 2 روز قبل از منزل خارج شد تا به مبلغ 1 میلیارد تومان را از خواهر ناتنی‌ام پس بگیرد، اما دیگه به خونه برنگشت. وی در همین حال یکی از کارکنان بازنشسته کنسولگری سابق افغانستان در مشهد است و مدعی شد پدرش چندین واحد آپارتمانی در منطقه منزل آباد در حال ساخت دارد و با خودروی شخصی خودش نیز از خانه بیرون رفته است. با این اظهارات بلافاصله تحقیقات پلیسی به دستور ویژه سرهنگ کارآگاه آغاز شد، چرا که فرضیه آدمربایی با انگیزه مالی قوت گرفته بود. گزارش روزنامه خراسان رضوی مشهد طولی نکشید که گور با کشف خودرویی رها شده به نام بشیر احمد در منطقه تپه سلام مشهد وارد مرحله جدیدی شد و اهمیت ویژه یافت. حالا دیگر فرضیه قتل نیز در کنار آدمربایی به نام ثبت رسید و بدین ترتیب گروهی از کارآگاهان آگهی با نظارت مستقیم وارد عملیات‌های تخصصی و دامنه رصدهای اطلاعاتی را به سوی زیبا دختر 31 ساله مرد گمشده کشاندند. اما زیبا خود را به بی‌اطلاعی از ماجرا نشان داد و سخنان متقاضی را بر زبان جاری می‌کرد. در این شرایط بود که کارآگاهان با دستور قاضی ویژه قتل عمد او و همسرش را بازداشت کردند و به پلیس آگاهی انتقال دادند. افراد دیگری هم در مزان اتهام قرار گرفتند. ناگهان خواب خبری وحشتناک در بیسیم‌های پلیس پیچید و معمای جنایی مخفوفی روی میز قاضی گشوده شد. ماجرای این حادثه هولناک صبح روز گذشته هنگامی فاش شد که مردی از اهالی خیابان ایثارگران در منطقه خواجه ربیع مشهد با پلیس صدرت تماس گرفت و از وجود مشکوک یک دستگاه خودروی تیبا سخن گفت که از چند روز قبل در نقطه‌ای بدون صاحب رها شده است. او که معمولا خودروی خودش را در آن مکان پارک می‌کرد و طی این چند روز هیچ کس سراغی از خودروی تیبا نگرفته است. بنا به گزارشات روزنامه مشهد با این تماس تلفنی بیدرنگ عوامل انتظامی عازم خیابان ایثارگران شدند و از گرد و خاکی که روی شیشه‌های خودرو نشسته بود فرضیه سرقت را متحمل دانستند. اما وقتی نیروهای انتظامی با شماره تلفن مالک خودرو تماس گرفتند ماجرا به گونه دیگری رقم خورد. او گفت خودرو را چند روز قبل به یکی از آشناهایم به نام زیبا امانت دادم، چرا که قرار بود لوازمی را با آن جابجا کند. در همین حال وقتی مالک خودرو با دستور افسر کشف به محل پارک آمد و صندوق عقب خود را باز کرد، ناگهان چشم‌های کارگاهان آگهی به کیسه‌های مشکی زباله و چرمدانی خیره ماند که اعضای تکه تکه شدن یک انسان درون آنها خودنمایی می‌کرد. در این لحظه بود که بیسیم‌های پلیس خبر وحشتناک جسد مسلح شده را فریاد زدند و بدین ترتیب دقایقی غیبت کارآگاهان و عوامل بررسی صحنه جرم عازم خیابان ایثارگران شد. وقتی سری بریده جسد از درون چمدان بیرون افتاد، خیلی زود مورد شناسایی قرار گرفت و هویت مقتول برملا شد. جسد مربوط به مرد 52 ساله گمشده تبع افغانستانی بود که از وقوع جنایت فجیعی حکایت داشت. از سوی دیگر فاصله کوتاه محل کشف جسد تا منزل دختر 31 ساله مقتول گره کور این معمای جنایی را گشود و فرضیه قتل خانوادگی قوت بیشتری یافت. طولی نکشید که با کارآگاهان بازجویی به طرف اتاق‌های بازجویی تخصصی حرکت کردند و ساعتی بعد زیبا در حالی قلم اعتراف به دست گرفت که هنوز هم مدعی بود از پدرش خبری ندارد. اما زمانی که افسر پرونده از جسد مسلح شده در درون صندوق عقب تیبا سخن گفت، ناگهان مردمک چشمان زیبا حیرت زده و به این سو آن سو چرخید و دیگر لحظه سرش را روی میز گذاشت. سکوتی عجیب فضای اتاق بازجویی را ترسناک کرده بود. کوب او آرامی چشمایش را به گوشه اتاق دوخت و به قتل فجیع پدرش اعتراف کرد. دختر 31 ساله مقتول گفت پدرم ثروت زیادی داشت. او 6 یا 7 واحد آپارتمانی در منطقه منزل آباد می‌ساخت و چندین منزل دیگر هم داشت. اما من در منطقه‌ای برخوردار از امکانات رفاهی مستأجر بودم. هر بار از پدرم تقاضای مالی می‌کردم خیلی بی‌توجه بود و مدام می‌گفت هر وقت من از دنیا رفتم همه اموال مال شما. دیگر از این وضع خسته شده بودم که پدرم به خانه آمد. در همین وضعیت تصمیم به قتل او گرفتم تا ثروتش به من برسد. پدرم همسر دیگری هم دارد و من از همسر ایرانی او متولد شدم. آن روز چند قرص خواب‌آور را درون نسکافه به او خوراندم و هنگامی که به خواب رفت در همون حالت کارت را برداشتم و چند ضربه به گلویش دادم. سپس سرش را بریدم و از خانه بیرون رفتم. مدتی بعد در حالی دوباره به منزل بازگشتم که از یکی از آشناهایم خودروی تیبای او را به امانت گرفته بودم. چون توان حمل جسد را نداشتم، پیکر پدرم را قطعه کردم و آنها را درون پلاستیک مشکی زباله و چمدان مسافرتی گذاشتم و داخل صندوق عقب تیبا قرار دادم. ولی قبل از آن که بتوانم آنها را به محل دیگری انتقال بدهم، مورد اذن پلیس قرار گرفتم و دستگیر شدم. ممنون از شما و دوستان و بینندگان عزیز که تا اینجای ویدیو همراه من بودید. اگه به این سبک از موضوعات علاقه دارید، کانال من رو سابسکرایب کنید و زنگوله رم بزنید تا هر وقت ویدیو جدید گذاشتم با خبر باشید. خیلی ممنون، روز خوش.